چجوری انیمیشن شارژ گوشی رو تغییر بدیم؟ برای این کار کافیه که وارد پلی استور یا اون فروشگاه پلی بشید. توی پلی استور سرچ کنید چارجینگ انیمیشن و مشاهده می‌کنید که برنامه‌های زیادی برای شما بالا میاد. از همه این برنامه‌ها میتونید استفاده کنید، ولی خب برنامه‌ای که من تست کردم و خوب بود عمل کردش این برنامه چارجینگ فان باتری انیمیشن بود. ولی خب اگه یه زمانی یه روز اینم کار نکرد، از برنامه‌های دیگه میتونید استفاده کنید. اینو نصب می‌کنیم، برنامه رو باز می‌کنیم، اینجا قوانینش رو تایید می‌کنید. خب اینجا نسخه پولیش هستش که میگه چه در واقع آپشن‌های بیشتری برای شما داره، ولی ما نیاز نداریم. این ضرب رو میزنیم. مشاهده می‌کنید که انواع انیمیشن‌ها رو برای شما اینجا آورده. اونایی که تاج دارن پولی ان، ولی خب رایگان هم زیاد داره. شما هر کدوم از این رایگانا رو خواستید انتخاب کنید. مثلا من یکی از این موارد رو انتخاب کردم. برای این گزینه ست انیمیشن میزنم. اینجا موزیکش رو میتونید براش بذارید، ولی خب روی نان میزنم که موزیکش غیر فعالش از این گزینه موزیک و روی گزینه ست انیمیشن میزنم. اینجا دسترسی مورد نیاز رو بهش میدید. این گزینه رو که گفته فعال میکنید. لیست این برنامه‌ها دسترسی و برنامه میدیم. بخش بعدی رو باز میکنیم. بهینه‌سازی باتریش رو هم غیر فعال میکنیم. توی این قسمت میگه که بخش نوتیفیکیشن لاک اسکرین رو برای این برنامه فعال کن، ولی خب اگر شما گوشیتون نداره همچین چیزی میتونید در واقع اسکیپش کنید، بی خیال باشید. ولی خب حالا ما میریم توی تنظیماتش. اینجا بخش نوتیفیکیشن ها رو براش فعال میکنیم و اینجا رو هم براش این نوتیفیکیشن ها رو میذاریم روی حالتی که در واقع بتونه حداکثر استفاده رو بکنه ازش. روی شو آلویز میذاریم، اونم میذاریم روی حالت دیتیلد و از این قسمت کلا خارج میشیم. حالا بازم چون من رو ست ناو میزنم این ارور رو میده، دیگه میتونید یه بار بک بزنید و حالا مجدد روی ست انیمیشن بزنید. ببینید که کار رو برای شما انجام داد. حالا گوشی رو به شارژ میزنیم، میبینید که انیمیشن برای ما ظاهر شد. به همین راحتی شما تونستید انیمیشن جذاب برای گوشیتون بذارید.